از ایغور چین خبر داره؟ 1.5 میلیون مسلمان در زندان ها افتادگی است. برنامه ما تمام شد. مسلمان ها در نهایت سخت شکنجه قرار دارند. با مرمی کشته نمیشن، از طرف پای قطع میشن. در ایغور چین الله متعال عذاب را نازل کرده. در شهر وهان و یک شهر دیگه ایش موجود داره. اینها 1.5 میلیون انسان را در زندان ها انداخته بودن. الله متعال 56 میلیون انسانش قرنطین کرده، بسته ایشان کرده. الله می فرماید فلما آسفون انتقمنا، وقتی که ما را به خشم آوردن باز انتقام میگیریم. در آیت قرآن کریم است ان بطش ربک لشدید، عذاب پروردگار خیلی سخت است. ما چی کنیم؟ این خود میگه این ویروس در حال انتشار هست، اما ما خیلی سپرهای قوی داریم. ما ضد ویروس کرونا داریم، ضد ویروس سرطان داریم و توصیه رسول الله هست. این همه ما میخوانیم با جمع، یه دعا رو یاد میگیریم، بلند میخوانیمش. اللهم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام و من سیء الاسقام. این دعا را اگر پیدا کردیم در دعاهای مسنونه رسول الله هست، والله العظیم قسم خطرناکترین ویروس بالاتون تاثیر نمیکنه. در حال انتشار هست، اما این سپر رسول الله پیش از پیش برای ما یاد داده که تو مریضی ها را میبرن که در زمان ما وجود نداشت. شما با مریضی های روبرو میشین که وجود نداشت در زمان ما، باز متوجه باشین این سپر براتون باشه. ما پناه میبرم، ترجمهش چه قسم است؟ ما پناه میبرم به پروردگار از پیسی، مرض پیس، و همچون از دیوانگی، و همچون جذام چی را میگه؟ یک حالتی برای مریضی ها پیدا میشه، به مریض ها پیدا میشه که هیئت اعضایشان تغییر میکنه. هیئت اعضایشان کج و کور میشه. به یک ترجمه جذام نمیره است، کج میشه اعضایشان. شما شاید دیده باشین در بعضی جاها اعضا کج میشه. انسان هم حالت هیئت اصلی خود را از دست میده. این جذام این مرض میگه. بعد از دیگه مرض نمونده که شما این کرونا زده کجا ذکر است، سیء الاسقام، و از بدترین مریض ها به توی رسول ای الله پناه میبرم. دعا فراموشتن نشه، اللهم انی اعوذ بک من البرص والجذام والجنون و من سیء الاسقام. فراموشتن نشه. در صفحه فیسبوک امروز شاید نشر شما موضوع هم سید الاستغفار را یاد میگیریم. خب راه حل آسان است دیگه. امروز کس نمیتونه بگه که من این چیز رو یاد گرفتم فلان نمیشه. این سخت است. با اعرابش، با ترجمهش ان شاء الله در کتابام پیدا میشه، در کتابخانه ها موجود داره. پس خدا را، پروردگار خود را اولین راه حل بدانیم، نه آخرین راه حل.